سلام به همه عزیزان. امروز براتون یه غذای خوشمزه و اصیل ایرانی درست کردم، کوکو سبزی. عطر سبزی تازه با تخم مرغ و ادویه ترکیبی درست میکنه که هیچ وقت قدیمی نمیشه. ساده، سریع و پر از طعم دلنشین خونگی. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ابتدا نیم کیلو سبزی کوکو رو با 7 عدد تخم مرغ به خوبی مخلوط کرده، سپس نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی، زردچوبه 1 قاشق چایخوری و بیکینگ پودر به مقدار خیلی کم برای ترد شدن کوکو. وقتی اینها رو به خوبی مخلوط میکنیم داخل مایتابه‌ای که از قبل گرم شده سرخ میکنیم. حالا به صورت تکی یا به صورت کامل میتونین سرخ کنین هر دو طرف و نوش جان کنید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و برای دیدن غذاهای بیشتر سابسکرایب یادتون نره. ممنون.